ایو ستون گنگ، خوش اومدید به چنل گوریلا. یا حسین به من گفتن شاپور ترک داده که توش نسل 4 و گاتپوری و هیپاپولوژیست و کاگان و همه رو آره. نمیدونم میخواد چی کار کنه، ولی از شاپور بعید بود. این کار رو من مثلا پشمام ریخت. یهو شنیدم شاپور میخواد نسل 4 رو دیس کنه. دیس کرد پشمام. بدون معطلی بریم ببینیم چه خبره. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریم براش. طبق معمول پرودیوسرم که ستون مهدیاره دیگه. کاورش بریم سراغ کاورش که یه آدم چفیه گذاشته بود. چپیه از اینا. خلاصه داعشی طور. بریم ببینیم چه خبره. 2 دقیقه و 17 ثانیه. بریم براش. سرتا پاتون علکی پلکی میپلکی مچلین بیخبرین تو هچلین نمیشه فرجی من ادامی ابدی شو. بذار شروع بشه. سرتا پاتون علکین یعنی هشمون. بیتم که ساخته دست مهدیار دیگه. قشنگ معلومه مهدیار زده. بریم ادامهش. پول میاد خطری بیتا باتری کتابی قلمی دورت تو میزنیم قمری تورنادو باز بچسبی کرکاتو قربان علوم نشناختی ترکارو من درس میدم برگارو جدید اسم قربان علوم چی؟ نشناختین ترکارو. باش بیتش بد مغزو میترکونه. با ادفون گوش کنید بیتشو قشنگ متوجه میشین چی میگم. بعد عجب فلوی هم آورده. شاپور. درس میدم برگارو جدید اسممو شنیدی من پیر بازیم 100 تا مار سمی سر بریدم زیر آستینم ساکت واسه رفت دادم به 100 تا مار سمی بریدم سر زیر آستینم. اوکی آستینم ساکت واسه رفت دادم به ریاضت تن میزنم تو فکت بشه قیافت کج کارامو کم کنی تازه زیادم هست من نقش اولم الباقی سیالشکر علک میشن علکی الباقی سیالشکر یا میمونه رو علک تو سطل آشغال ذهنا میلولن تو کپک پتت رو آب ریخته میشه پس زور نزن علکی خیابون جنگل واسه خودت گور نکن عوضی با خاک نمیشی مگه میشه کوه و خاک. رپس داره بگم خیابون جنگله یعنی اشاره مثلا به جنگل آسفالت هم کرد. جنگل آسفالت هیچ کس نمیدونم. بریم بدامش. با خاک نمیشی مگه میشه کوه و خاک بگیره مثل یه ماهی یه اسکولیت که تو رو خواب ببینه نه به سیبیل نه به این گنگ و گولیا این بزک تو زکانون آب نمیشه نه به سیبیله. حالا اینجا نمیتونیم بگیم مستقیم گاتپوریو زد. تا الان که دیسیم نه تیکه اصلا شاید یه چیزایی میشه تیکه گرفت ولی بقیه رو نه. چیزی در نیاوردم ازش. نمیشه الکیه هرچی ازشون میبینی الکیه دیوزی رو بکشم جلوش میرخص عربی الکی هرچی ازشون میبینی الکیه بیتو نگاه یهو کاخنه تنبک چی اومد زیرش فشو. الکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی لاشی تو کمی میرخص عربی. اوکی اصلا فاز داعش مایشو عربی این چیزا هست. کافیه بدون گیریم تابلو نشو چهرتون بدون گیریم وسط پیشونی تو تاریکی نشونه میریم نمیمونه پشت لبت یه دونه سیبیل دیرو به الف با تلفن میگفتم تا اینجا گاتپوریو زد دیگه. سیبیل دیگه گاتپوری سیبیلو کرد به اسم خودش دیگه. اینجا زد فکر کنم گاتپوریو. بریم. با تلفن میگفتم سرت سلامت که اینجا سر یه سره میپیچن اما یه سره دو در بازی هنر از سر طرف میزنن جلوشو فدای سپر شاپور شمشیر دولبه نقد و ریسپکت تو نگاه. ریسپکت به فدایی هم اینجا بود. بریم ادامهش. شیر دولبه نقد و سند دارم مثل نقل و نبات یهو دیدی رئیس تو خریدم چون حقیقتا بیمونم تو بهشت کفر. حقیقت بیمونم. گاتپوری گاد خدا رئیس تو خریدم بیمونم. نمیدونم اصلا نفهم. تو دیس نکرده دیس اونجوری هم نمیدونم. بریم ادامهش. خلاف میشاشم رو چفیت زد و بند و زورگیری دولتی رو نبینم پلایی نکش چی یه چیزی راجبه
زد و بند شنیدم. مثل نقل و نباتی و دیدی رئیس تو خریدم، چون حقیقتا بیمونم تو بهشت کفر و خلاف میشاشم رو چفیت. زد و بند و زورگیری دولتی رو نبینم، پلایی نکش نگیر فاز چمران. تو سیس بز زد و بندم مستقیم هم فهمید صفت رو زدم، گادپوری رو زد دیگه. لایی نکش نگیر فاز چمران. تو سیس بز نگی که بالا سرت نیام با نگیر فاز چمران، اتوبان چمران. اوکی، صدا ماشین اومد که داره رد میشه. اوکی. چمران. تو سیس بز نگی که بالا سرت نیام با یک قصاب. فاز گوت نگیر که بالا سرت نیام، فاز بز نگی که بالا سرت نیام با یک قصاب. هیپاپولوژیست رو زد. البته هم هیپاپولوژیست هم گادپوری جفتشون اعتقاد دارن که خودشون گوتن. گوت greatest of all the time، گوت مخففش میشه گوت که جفتشون هم میشه حساب کرد دیگه. گوت هم یعنی بز، یعنی شما بزم باشی من میام سلاخیتون میکنم. وای نگی که بالا سرت نیام با یک قصاب. این یکی با اون یارو جاسویچی تم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند تا قواس. اون یکی جاسویچی کاگانو میگه. وای کاگانو کرد جاسویچی، لعنت به شاپور. وای احساس میکنم جنگ جهانی قراره پیش بیاد. حس بدی دارم، حس خیلی عنی دارم. بعد غرقش کنم تو خزر پیداش نکنه چند تا قواس. اوکی قواس الکیه یه بار دیگه قواس الکیه چاقال. ای وای کاگان، تگ پرودیوسری کاگان کاگان اونو کرد چاقال. ای وای الکیه الکی. اوکی هرچی ازشون میبینی الکیه الکیه الکی. جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی. الکیه الکی. هرچی ازشون میبینی الکیه الکیه الکی. جدی و زیرو بکشم جلوش میرخص عربی. تموم شد ترک. خدا رو شکر که تموم شد. حالا تموم که تازه شروع شد. پوری و هیپاپولوژیست رو کی میخواد جمع کنه؟ توییتر کاگان رو کی میخواد جمع کنه؟ ای وای زد. الان که فکر میکنم بد داره میزنه. به نظر کی جواب میده؟ احتمالاً یکی جواب میده، من نمیدونم. یکی باید این وسط جوابگو باشه. حالا این ویدیو رو من دقیقا همون لحظه که این ریلیز شد گرفتم. حالا نمیدونم تو این چند روز چه اتفاقایی قراره بیفته، خدا میدونه. اشمام. این بود از ترک الکی از شاپور روبیت مهدیار. دیس بدی بود. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. من منتظرم ببینم کی دیس میده. دیس تا بلافاصله ریاکشن رو میرم تو امروز. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. کلاه من این میکروفون رو ترکوند. مرسی، دوستتون دارم. خدا نگهدار.